با بینندگان عزیز تلویزیون باورستان سلام. من رابرت پروفسور باز با شما در برنامه نوبتی با هم میابیم. باور دارم که شما برنامه نوبتی ما را بی‌صبرانه منتظر بودید. البته امروز ما برای اشتراک شدن برنامه و شما بینندگان عزیز سوالهای جالب و شوق‌آور را جمع آوری نمودیم که باور داریم چیزی برای خود از این برنامه برداشت میکنید. امروز در برنامه با هم میابیم دو نورس فعال یوسف نظروف و محمد حیطوف خوانندگان صنف ششم لیسه خصوصی احسان از ناحیه فردوسی شهر دوشنبه اشتراک میکنند. یوسف بیشتر به فنهای متماتیک و گئوگرافیا شوق دارد. از نمودهای ورزش فوتبال را دوست می‌دارد. در آینده می‌خواهد کارمند حفظ حقوق شود. محمد باشد فنهای زبان تاجیکی و گئوگرافیا را دوست می‌دارد. از نمودهای ورزش تنیس را می‌پسندد. در آینده می‌خواهد دکتر شود. با برنامه ما خوش آمدید. تشکر. شما بار برنامه با هم میابیم را طریق تلویزیون باورستان تماشا کردید؟ بله. از این برمیاد که شما علاقه با شرطهای برنامه آشنایی دارید؟ بله. چگونه هستند؟ در این برنامه با هم میابیم 3 شرط موجود است. یکم سوالهای تستی. شرط دون درست و نادرست. شرط سیوم باشد سفارش ها. بله. از این برمیاد که شما علاقه با شرطهای برنامه با هم میابیم آشنایی دارید. اکنون آماده اید که ما برنامه را آغاز کنیم؟ بله. یعنی تیار هستید که با رابرت پروفسور رقابت کنید؟ بله. خوب، اگر چون است بیاید آغاز میکنیم. شرط اول برنامه تلویزیونی با هم میابیم. شرط اول برنامه ما تست ها می باشد، یعنی در این شرط برای شما 4 سوال پیشنهاد می شود با وریانت. حالا سوال اول را برای شرط یکمی برنامه پیشنهاد میکنم، با دقت باشید. اولین خط چی نام داشت؟ وریانت ا خط لاتینی، وریانت ب خط میخی، وریانت و خط فارسی. مشورت میکنیم؟ رابرت پروفسور ما به خلاصه آمدن که وریانت ب میخی درست نباشد. یعنی به اندیشه شما اولین خط میخی بود؟ بله. شاید خط لاتینی باشد؟ نه. وریانت ب؟ بله. خط فارسی چی؟ نه. خط کریلی؟ نه. یعنی شما انتخاب کردید وریانت ب رو، خط میخی. بله. با فکر شما اولین خط میخی بود. بله. پیش از خط میخی با چی ifade میافت؟ اندیشه هایشان رو با چی ifade میکردن آدمان؟ شما در این باره معلومات دارید؟ با اشاره؟ شاید با اشاره. باز با چی؟ با کشیدن رسم‌ها آنها اندیشه هایشان را بیان میکردن. یعنی پیش از خط میخی با کشیدن رسم‌ها اندیشه هایشان را بیان میکردن. بله. خوب، پاسخ آخرین شما اولین خط چی نام داشت؟ خط لاتینی، خط میخی، خط فارسی؟ ما در اندیشه خود میستیم وریانت ب خطی را انتخاب میکنیم. شما میتوانید از رقم 1 تا رقم 10 پاسخ خود را بهاگذاری یا خالگذاری کنید. خوب، با چند خال بهاگذاری میکنید این پاسخ خود را؟ میتوانیم مشورت کنیم؟ بله. رابرت پروفسور ما 10 خال را انتخاب میکنیم. خوب، اگر چون است به توجه میکنیم به شرح این سوال و معلومات بیشتر میگیم. طبق سرچشمه های تاریخی تخمین می رود که اولین نوع خط را 3300 سال پیش از میلاد اختراع نمودند. این نوع خط میخی بود، زیرا آن حرف ها با علامت های میخ مانند نوشته می شدند. خط میخی را در روی تختچه های گلین با رسم های مشخص اشیا و حیوانات و غیره تصویر می‌کردند. دیرتر این رسم‌ها به علامت‌ها تبدیل یافته نوشتن خط میخی در روی ظرف‌ها، تخت سنگ‌ها و دیوارها معمول گردید.
مصریان که بعدتر به خط‌نویسی آغاز کردند نوع دیگری آن هیروگلیف را اختراع کردند. آن خط از رسم‌ها عبارت بود که این یا آن مفهوم را افاده می‌کرد. همین طور با گذشت سالها و عصرها نوع‌های گوناگون خط در بین خلقیت‌های گوناگون عالم به وجود آمدند. پاسخ داده شما کاملا درست است. آفرین به شما. یوسف و محمد، حالا شما صاحب 10 خال گردیدید و اکنون ما میگذاریم به سوال دوم. در شرط اول برنامه با دقت باشید. کدام سنه در تاجیکستان روز پرچم دولتی تجلیل می‌گردد؟ کدام سنه در تاجیکستان روز پرچم دولتی تجلیل می‌گردد؟ واریانت ا 24 نوامبر، واریانت ب 6 نوامبر، واریانت و 10 نوامبر. ما میتوانم مشورت کنم؟ بله. رابط پروفسور، ما واریانت ا یعنی 24 نوامبر را انتخاب میکنیم. رابط پروفسور، ما این 24 نوامبر را در تاجیکستان روز پرچم جشن میگیریم. یعنی با فکر شما 24 نوامبر را در کشور ما همچون روز پرچم ملی تجلیل میکنند. بله. شاید 6 نوامبر باشد. نه. 6 نوامبر کدام جشن است؟ روز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان. 10 نوامبر چی؟ 10 نوامبر باشد روز میلیسیای تاجیک میباشد. یعنی به اندازه شما این واریانت است، یعنی 24 نوامبر. بله. پاسخ را عوض نمیکنید؟ نه. باور دارید؟ بله. خوب، اگر چنین است شما بعد چند خال بهاگذاری میکنید؟ رابط پروفسور، ما پاسخ داده خودمان را با 10 خال بهاگذاری میکنیم. خوب، اگر چنین است به توجه میکنیم به شرح این سوال و معلومات بیشتر میگیم. هر یک خلق و ملت صاحب دولت دارای پرچم و نشان و دیگر رمزهای دولتداری می باشد. این نشانه ها افادهگر خصوصیت خاص دولتداری هر یک خلق بوده برای نسل ها و فرزندان آینده ملت ها مایه افتخار و احترام می گردد. در ردیف مقدسات ملی پرچم جایگاه مخصوص و مقام ارزشمندی را صاحب می باشد. هر یک ملت و دولت با پرچم خود شناخته می شود. پرچم نشانه صاحب دولتی، رمز آرزو و آرمان مردم، افتخار و وحدت ملی است. همه ساله در جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر همچون روز پرچم دولتی با شکوه خاصه تجلیل می گردد. روز 24 نوامبر سال 1992 روز تاریخی و تقدیرساز در صحیفه دولتداری نوین تاجیکستان است. محض در همین روز پرچم دولتی کشور قبول گردید. از آن روز این جانب این لیوای مقدس رمز استقلالیت، وحدت و آزادی ملت تاجیک دانسته می شود. پاسخ نوبتی نیز کاملا درست است. احسن به شما. یوسف و محمد، حالا شما صاحب 20 خال می باشید و اکنون اگر آماده باشید ما می گذاریم به سوال سیوم. در شرط اول برنامه تلویزیونی با هم میابیم. با دقت باشید، سوال نوبتی را پیشنهاد میکنم. اسباب موسیقی ملی کدام است؟ اسباب موسیقی ملی کدام است؟ واریانت ا فورتپیانو، واریانت ب گیتار یعنی گیتار، واریانت و دوتار. مشورت میکنیم؟ رابط پروفسور، سوال داده تان را یک بار دیگر تکرار میکنید؟ بله، با دقت باشید، سوال را بار دیگر پیشنهاد میکنم. اسباب موسیقی ملی کدام است؟ واریانت ا فورتپیانو، واریانت ب گیتار یعنی گیتار و نهایت واریانت و دوتار. ما واریانت ب را واریانت و آخران را انتخاب کرده ایم. دوتار. یعنی با فکر شما از بین این
اسباب‌های موسیقی دوتار اسباب ملی است. بله. شاید فورتپیانو باشد. نه. نه دوتا. یوسف شما چه اندیشه دارید؟ من با اندیشه محمد راضی هستم که این سوال جوابش دوتار می شود. یعنی با فکر شما اسباب موسیقی ملی این دوتار است. بله. بله. گیتار چی؟ نه. خوب فکر کنید. نه ما با همین اندیشه خود راضی هستیم. شما دوتار رو از نزدیک دیدید؟ بله. در کجا؟ من در خانه بابایم. بابایتان دوتار می نوازد. بله. چگونه صدا دارد؟ صدای خوب دارد. زیبا دارد. یعنی با فکر شما دوتار اسباب ملی است. بله. خوب، پاسخ شما را قبول کنیم؟ بله. بله. پس با چند خود بهاگذاری میکنیم؟ ربات پروفسور ما این پاسخ داده خود را با 10 خال بهاگذاری میکنیم. باز هم با 10 خود. بله. خوب اگر چنین است من وقت رو به درازا نمیکشم، بیایید توجه میکنیم به شرح این سوال. از بین این اسباب‌های موسیقی دوتار ساز موسیقی ملی می باشد. آن ساز موسیقی خلقی تاجیکی است که در بین مردم از زمانهای پیش استفاده می شد. از بس که دوتار دو تار دارد نامش نیز از همین جاست. دوتار در بین خلقهای آسیای مرکزی نیز معمول است. آن از عهد قدیم چون سازی یکنوازی و جور شونده استفاده می شد. دوتار مهارت بلند نوازندگی را طلب نموده با ناخن انگشت مابینی و انگشت اشارت در دو تار برابر نواخته می شود. بیایید چند لحظه توجه میکنیم به صدای این ساز موسیقی ملی. دوتار اصلا از چوب درخت تود و زردالو ساخته می شود. گاهی از چوب درخت چارمغز هم می سازند. طرز و طریق ساختن دوتار از دیگر سازهای موسیقی فرق دارد. کاسه دوتار اکثرا از چوب زردالو از تختچه های تنوک نیم دایره به هم شیرش کرده ساخته می شود. راه‌های بین قسمت بیرونی کاسه دوتار را کنده‌کاری یا نقاشی می‌کنند. دوتار چون ساز یکنوازی و انسمبلی صدای ملایم و گوارا دارد. در سالهای 50 قرن 20 در اساس دوتار ملی باز نوع‌های گوناگون دوتار اختراع شدند. عنعنه سنتی دوتارسازی امروز نیز در بعضی شهر و ناحیه‌های تاجیکستان ادامه دارد. پاسخ نوبتی نیز کاملا درست است. آفرین بر شما. یوسف و محمد، شما توانستید تا این لحظه شماره خالهای خود را به 3 عدد رسانید و باور دارم که اگر چنین زیرکی و دانایی را از دست ندهید میتوانید تا فرجام برنامه خالهای خوب را به دست آورید. شما آماده اید که به سوال نوبتی گذاریم؟ بله. اگر چنین است میگذاریم به سوال 4، یعنی سوال آخران در شرط اول برنامه تلویزیونی با هم میابیم. با دقت باشید سوال نوبتی را پیشنهاد میکنم. سیاره کلانترین سیستم آفتابی کدام است؟ سیاره کلانترین سیستم آفتابی کدام است؟ وریانت از زحل، وریانت ب مشتری، وریانت و مریخ. مشورت میکنیم. ربات پروفسور ما مشورت کردیم و با اندیشه آمدیم که جواب این سوال زحل می باشد. یعنی به فکر شما سیاره کلانترین سیستم آفتابی زحل است؟ بله. شاید مریخ باشد؟ نه. زحل. بله. زمین چی؟ نه. ماهتاب چی؟ نه. ماهتاب سیاره است؟ نه. آفتاب چی؟
نه. سیاره نیست. آفتاب سیاره است ولی سیاره های دیگر در سیستم آفتابی یعنی در سیستم این میباشند، در سیستم آفتاب میباشند. آفتاب در اصل ستاره بزرگ است نه سیاره. بله. خب بار دیگر من سوال رو با وریانت ها پیشنهاد میکنم و سپس خلاصه شما رو میشنوم. سیاره کلانترین سیستم آفتابی کدام است؟ وریانت از زحل، وریانت ب مشتری، وریانت و مریخ. ما اندیشه خود را عوض نمیکنیم. جواب درست زحل میباشد. یعنی به فکر شما زحل کلانترین سیاره سیستم آفتابی است. بله. اگر این پاسخ شما نادرست باشد چی؟ ما رو 70 نمیشوید. شما تخمین میکنید و یا با باوری پاسخ میدید؟ با باوری. یعنی باور دارید؟ بله. خب اگر چنین است با چند خود شما بهاگذاری میکنید؟ با 10 خود. باز هم با 10. بله. بله. اگر چنین است به توجه میکنیم و شرح این سوال. از بین سیاره ها مشتری بزرگترین سیاره سیستم آفتابی به شمار می رود. حجم آن 1300 مراتبه از زمین کلانتر است. این سیاره اساساً از گازها هیدروژن و گل عبارت بوده آن را سیاره گازی نیز نام میبرند. در روی مشتری زمین سخت وجود ندارد. ابرهای غفص و رنگین آن را پوشانیدند و شمالهای سخت با سرعت نهایت بلند در اطراف آن دور میزنند. یکی از نشانه های شناخته شونده مشتری دایره بزرگ سرخ می باشد که طوفان عظیم چندین ساله می باشد. مشتری نه تنها از همه کلانترین است بلکه قوه جاذبه آن نیز از همه بیشتر می باشد. این قوه حتی به حرکت دیگر جرم‌های کیهانی تأثیر می رساند. سیاره مشتری گرد آفتاب را در دوام تقریباً 12 سال زمینی پورا طی می کند. مشتری با زیبایی، قدرت و اسرار خود همیشه دقت عالمان و دوستداران کیهان را به خود جلب می کند. متاسفانه پاسخ نوبتی نادرست است. یوسف و محمد شما رو افتاده نیستید؟ نه. البته رو افتاده نشوید چون که سوال ها و سپارش های شوق‌آور حالا در پیشند و باور دارم که شما خورهای خوب به دست می آورید. اینجا شرط اول برنامه ما به انجام رسید و شما توانستید که در شرط اول صاحب 30 خال شوید. اگر شما آماده باشید میگذاریم به شرط دوم برنامه یعنی درست یا نادرست. شما آماده اید؟ بله. خوب اگر آماده اید پس آغاز میکنیم شرط دوم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. شرط دوم برنامه طور قید کردیم این درست یا نادرست می باشد. یعنی در اینجا دلیل ها برای شما پیشنهاد می گردند و شما درست یا نادرست بودن آنها را پیدا می کنید. برای شما این شرط فهم است؟ بله. اگر چنین است دلیل اول را در این شرط پیشنهاد می کنم با دقت باشید و به سراسیمگی راه ندهید. زیرا سراسیمگی شما می تواند که باعث شود شما به سوال ها پاسخ های نادرست گردانید. در اول کارتوشکا همچون گل پرورش می شد. در اول کارتوشکا همچون گل پرورش می شد. این دلیل درست است یا نادرست؟ رابط پروفسور ما با اندیشه آمدیم که این پاسخ نادرست است. یعنی به فکر شما این دلیل نادرست است. یعنی در اول کارتوشکا را همچون گل پرورش نمی کردند. نه. ما میتونیم یک بار دیگر مشورت کنیم؟ بله.
رابط پروفسور ما به اندیشه آمده که این دلیل درست است. خوب، چرا شما زود از اندیشه خود برگشتید؟ در آغاز گفتید که این دلیل نادرست است. برای آنکه ما به سوال خوب دقت نداده بودیم. یوسف، شما چی اندیشه دارید؟ با سوال خوب دقت نداده بودم. یعنی به فکر شما این دلیل درست است. در اول کارتوشکا همچون گل پرورش میشد. بله. شما گل کارتوشکا رو دیدید؟ بله. در کجا؟ من گل کارتوشکا را در نزد حولی بیبی هم دیدم. یعنی گل کارتوشکا رو مشاهده کردید؟ بله. با فکر شما این دلیل درست است؟ بله. از اندیشه خود شما گشتید، از اندیشه که در آغاز گفتید. بله. خوب، اگر چون است با چند خال این پاسخ خود را بها گذاری میکنید؟ رابط پروفسور ما این پاسخ خود را با 9 خال بها گذاری میکنیم. با 9 خال؟ بله. خوب، اگر چون است با که نیست توجه میکنیم به شرح این دلیل. این دلیل درست می باشد. در گذشته وقتی که کارتوشکا از امریکای جنوبی به کشورهای اروپایی آورده شد، مردم آن را همچون گلی زیبا می شناختند. گلهای کارتوشکا رنگارنگ و دلفریب بودند. بنابراین آن زمان کارتوشکا در باغها همچون گلهای آرایشی پرورش می یافت. اما بعدتر مردم فهمیدند که در زیر زمین لنده های آن موجودند که از جهت غذایی خیلی مفید می باشند. از همان وقت کارتوشکا از گل به محصولات مهم غذایی تبدیل یافت که امروز در سراسر جهان یکی از غذاهای اساسی مردم به شمار می رود. کارتوشکا نه تنها غذای سرکالری است، بلکه در ترکیب آن ویتامین های C، B6 و ماده های فایده‌ناک موجودند که برای سلامتی انسان اهمیت کلان دارند. همین طور گلی که در اول تنها برای زیبایی پرورش می شد، امروز به یکی از نعمت های مهمترین زمین تبدیل یافته است. پاسخ کاملا درست است. آفرین به شما. یوسف و محمد، حالا شماره خالهای شما برابر گشتند به 39 عدد و اکنون میگذاریم به دلیل دوم در شرط دومی برنامه با همیابیم. با دقت باشید. بومها روزانه فعال بوده شکار میکنند. بومها روزانه فعال بوده شکار میکنند. این دلیل درست است یا نادرست؟ ما به اندیشه آمدیم که نادرست می باشد. شرح دادن می توانید؟ بله. بومها در روز خواب می روند و در شب هوشیار شده به شکار مشغول می شوند. یعنی به اندیشه شما این دلیل نادرست است؟ بله. شما بومها را یا بوم را دیدید؟ نه. رسمی آن را یا عکسی آن را دیدید؟ بله. چگونه از شکل چشمانش؟ چشمایش کلان. بله، من به اندیشه یوسف راضی هستم. چشمایش کلان می باشد. یعنی این دلیل نادرست است. بومها روزانه فعال بوده شکار میکنند. آنها روز فعال نیستند بلکه شبانه فعال است. بله. خوب، خلاصه آخرین شما. بومها روزانه فعال بوده شکار میکنند. این دلیل درست است یا نادرست؟ نادرست. قبول کنیم؟ بله. اگر نادرست باشد چی؟ ما رو 70 نمیشه. خوب، شما با چند خال این پاسخ خود را بها گذاری میکنید؟ رابط پروفسور ما پاسخ داده خود را با 10 خال بها گذاری میکنیم. با 10 خال. بله. خوب، باقی نیست. بیاید وقت را به درازا نمیکشیم و توجه میکنیم به شرح این دلیل. این دلیل نادرست است. بومها پرندگان شبگرد و خاموشی طبیعتند. آنها اساساً شبانه فعال می شوند
و محض در همین وقت به شکار برآمدن را دوست می‌دارند. چشم و گوش نهایت حساس آنها امکان می‌دهد که حتی در تاریک‌ترین شب حرکت خردترین جانور را احساس کنند. در وقت روز باشد بوم‌ها بیشتر در جای‌های سایه افکن یا داخل درختان پنهان شده استراحت می‌کنند. وقتی بهترین شکار بوم‌ها شبانه مخصوصاً پیش از صبح میباشد. بوم‌ها با پرهای نرم و بی‌صدایشان پرواز میکنند تا صید خود را ناگهان و به آگاهی دستگیر نمایند. این خصوصیت عجایب طبیعی آنها را به یکی از شکارچیان بهترین شبانه تبدیل داده است. بوم پرنده صاحب چنگال بوده به عائله جوزها داخل می شود. درازی بدنش 62-72 سانتی متر بوده. درازی بالشان باشد به 150-180 سانتی متر می رسد. وزن آنها از 2.1 تا 3.5 کیلوگرم می باشد. پاسخ نوبتی شما کاملا درست است. آفرین. محمد و یوسف، اینک شماره خالهای شما برابر گشتن به 49 خال و حالا اگر آماده باشید میگذاریم به دلیل سیوم. در شرط دوم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. سوال نوبتی ما از فن متماتیک است و در آغاز وقتی که ما معلومات جمع آوری کردیم یوسف گفته بود که فن متماتیک را نهایت زیاد دوست می‌دارد و دلیل نوبتی ما نیز از فن متماتیک است. باور داریم که شما کوشش میکنید به آن پاسخ درست کردنید. دلیل را پیشنهاد میکنم با دقت گوش دهید. در بین عددهای 1 تا 100 10 تا رقم 9 موجود است. در بین عددهای 1 تا 100 10 تا رقم 9 موجود است. این دلیل درست است یا نادرست؟ مشورت میکنیم؟ ما به اندیشه آمدیم که این دلیل نادرست است. یعنی به فکر شما این دلیل نادرست است. در بین عددهای 1 تا 100 10 تا رقم 9 موجود نیست. بله. موجود نیست. این دلیل نادرست است. بله. پس به فکر شما در بین عددهای 1 تا 100 اگر 10 تا رقم 9 موجود نباشد چند تا وجود دارد؟ از 10 تا زیاد است. از 10 تا زیاد است. بله. تخمینا چند تا؟ شما بلندتر حساب کرده می توانید؟ بله. از 1 تا 9 یعنی 1 تا، باز تا 20 2 تا، از 20 تا 30 رقم 29 یعنی 3 تا، از 29 تا رقم 40 4 تا، از 40 تا 50 5 تا، از 50 تا 60 6 تا، از 60 تا 70 7 تا، از 70 تا 80 8 تا، از 90 تا 100 تخمینا 20 تا. تخمینا 20 تا. شاید درست باشد. نه تخمینا 20 تا نه. بله 20 تا. یوسف میگوید 20 تا اما محمد میگوید نه. من بار دیگر دلیل را پیشنهاد میکنم شما کمی توجه کنید. در بین عددهای 1 تا 100 10 تا رقم 9 موجود است. این دلیل درست است یا نادرست؟ نادرست. پس نادرست که باشد به فکر شما چند تا رقم 9 موجود است از رقم 1 تا رقم 100 در بین اینها؟ یوسف میگوید 20 تا. شرح داده میتوانید یوسف؟ بله.
مرحمت. از 1 تا 10 1 تا، از 10 تا 20 2 تا، از 20 تا 30 3 تا، از 30 تا 40 4 تا، از 40 تا 50 5 تا، از 50 تا 60 60 تا 6 تا، از 60 تا 70 7 تا، از 70 تا 80 8 تا، از 80 تا 90 9 تا، بعد 91 92 93 تا 99. چند تا میشه؟ 10 تا. 10 تا دیگر در جمع 20 تا. خوب، با اندیشه شما این دلیل نادرست است، یعنی از 10 تا زیادتر رقم 9 موجود است. بله. شما باور دارید؟ بله. خوب، با چند خوب بهاگذاری میکنید این پاسخی خود را؟ رابرت پروفسور، ما پاسخ داده خود را با 10 خال بهاگذاری میکنیم. خوب، قبول میکنیم با که نیست و بیاید اکنون توجه میکنیم به شرح این دلیل. این دلیل نادرست می باشد. ماتماتیک یکی از فنهای شوق‌آور و قدیمی به حساب می رود. نه هر کس داننده خوب این فن شده می تواند، زیرا آن مثال و مسئله های مهم را فرا می گیرد که برای بعضی نفران خیلی دشوار می نماید. ماتماتیک را شاهی فنها نیز می گویند. در بین رقم های 1 تا 100 20 تا عدد 9 موجود می باشد. بیایید دیده می براییم. اگر مقدار رقم های 9 در بین شماره های 1 تا 90 10 تا باشد، از رقم 91 تا 99 باز 10 تا 9 دیگر موجود می باشد که در عموم در بین رقم های 1 تا 100 20 تا عدد 9 را تشکیل می دهد. یعنی رقم های 91 92 93 94 95 96 97 98 و 99. پاسخی داده شما کاملا درست است. آفرین به شما. یوسف و محمد، حالا شماره خالهای شما برابر گشتم به 59 خال و اگر آماده باشید ما میگذاریم به دلیل آخران، یعنی دلیل چهارم. در شرط دویومی برنامه تلویزیونی با هم میابیم. با دقت باشید، دلیل چهارم را در شرط دومی برنامه پیشنهاد میکنم. زنبورهای عسل عائلوی زندگی میکنند. زنبورهای عسل عائلوی زندگی میکنند. این دلیل درست است یا نادرست؟ رابرت پروفسور، ما به اندیشه آمدیم که این دلیل درست است. شرح دادن میتوانید؟ بله. آنها یک جای زندگی میکنند، در یک خانه. یعنی زنبورهای عسل عائلوی زندگی میکنند. بله. شما قطی و یا آن کندوهای زنبور عسل را مشاهده کردید؟ بله. برای چی پرورش میکنند زنبور عسل؟ برای عسل آن را جمع آوری کردن. یعنی برای عسل؟ بله. خوب، موضوع رو به دیگر طرف نمیبریم. بیاید برمیگردیم به دلیلی که پیشنهاد کردیم. زنبورهای عسل عائلوی زندگی میکنند. این دلیل درست است یا نادرست؟ درست است. درست. یعنی آنها عائلوی زندگی میکنند. بله. شاید جداگانه باشند. نه، آنها عائلوی زندگی میکنند. خوب، شما با چند خال این پاسخ خود را بهاگذاری میکنید؟ رابرت پروفسور، ما پاسخ داده خود را با 10 خال بهاگذاری میکنیم. با 10 خال؟ بله. اگر چون است بیایید توجه میکنیم به شرح این دلیل. این دلیل درست می باشد. زنبورهای عسل به طرز عائلوی زندگی می کنند. یک عائله زنبور از چند گروه عبارت می باشد که هر کدام وظیفه های معین را اجرا می کنند. زنبورهای کاری یعنی زحمتکش از گلها شهد جمع می کنند و آن را به کندو یعنی زنبورخانه ها ریخته به عسل تبدیل می دهند.
زنبورهای سرباز زنبورخانه را محافظت میکنند. اینچنین زنبورهای نرینه و ملکه زنبور نیز وظیفه‌های معین خود را اجرا میکنند. مادر زنبور در عائله زنبور اصل وظیفه نسلمانی را اجرا میکند. وی از 3 تا 5 سال عمر دیده از دیگر فردها با بزرگی جثه‌اش فرق میکند. زنبور محلی اصل در تمام قلمرو جمهوری ما وسیع پهن شده به شرایط اقلیمی ما تاب‌آور می باشد. آنها را برای گرفتن عسل پرورش می کنند. انسان از زنبور عسل و غیر از عسل اینچنین موم، شیر زنبور و زهر زنبور را می گیرد. فعالیت فایده‌ناک زنبور عسل از همه زیادتر در گردآلودکنی رستنی ها ظاهر می شود. پاسخ نوبتی نیز کاملا درست است. احسن به شما. یوسف و محمد، اینجا همه دلیل ها برای شرط دومی برنامه نیز به انجام رسیدند و شما توانستید در 2 شرط برنامه با هم بیابیم 69 خال به دست آورید. این شماره خوب خال ها می باشد، زیرا شما کوشش کردید که به بیشتر سوال ها پاسخ های درست گردانید. و اگر آماده باشید اکنون ما میگذاریم به شرط سومی برنامه و باید بگیم که در شرط سومی برنامه شما را 2 سپارش انتظار است. آماده اید که به شرط نوبتی برنامه گذاریم؟ بله. خب اگر آماده اید پس بیایید میگذاریم به شرط سوم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. در شرط سوم برنامه برای شما 2 سپارش داده می شود. در سپارش اول برای شما 10 کلمه پیشنهاد می گردد که در آنها حرف ها آمیخته می باشند. شما در مدت 1 دقیقه حرف ها را جا و جا گذاشته کلمه می سازید. انیقترش 10 کلمه را شما پورا می سازید و برای هر یک کلمه که پورا می سازید 1 خالی می گیرید. این سپارش برای شما فهم است؟ بله. خوب با اشاره من به اجرای این شرط آغاز میکنیم. یکمش درخت می باشد. دویمش حاصل. سیومش صحرا. چهارمش دریا. بله دریا. پنجمش ابر. ششمش ماهتاب هم هست. هفتمش بچه ها. بله. هشتمش لختک. بله. 2 کلمه اگر باقی ماند. نهمش فوتبال. دهمش خزانرز. بله. محمد و یوسف، من به شما احسن و آفرین میگم که توانستید پیش از مهلت یعنی در مدت همگی 50 ثانیه این 10 کلمه را پورا سازید و برای اجرای موفقانه این سپارش به شما 10 خال دیگر داده می شود. مبارک باشد. محمد و یوسف، حالا در برنامه ما تنها 1 سپارش دیگر باقی مانده است. آن هم باشد از رسم فرقت ها را پیدا نمودن. باور دارم که شما با زیرکی و چالاکی خود می توانید که از اجرای این شرط نیز سربلندانه برآیید. شما آماده اید که به سپارش نوبتی گذاریم؟ بله. اگر چنین است بیایید میگذاریم به سپارش دوم در شرط سوم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. حالا ما یک رسم را در 2 قسمت برای شما پیشنهاد میکنیم که در آن فرقت ها وجود دارند. عمیق‌ترش در این رسم 5 فرقت اساسی موجود می باشد و به شما 1 دقیقه داده می شود. برای هر یک فرقتی که شما از این رسم پیدا می کنید 2 خالی می گیرید. این سپارش برای شما فهم است؟ بله. اگر چنین است با اشاره من آغاز می کنیم. خوب بیایید با اجرای این شرط آغاز می کنیم.
در رسم یکم زنبور هست و در رسم دوم نه. در رسم یکم خیرسک در پیش درخت نیست، در رسم دوم است. در رسم یکم عسل به زمین بسیار ریخته است، در رسم دوم کم ریخته است. در رسم یکم در درخت کم برگ هست، در رسم دوم باشد بسیار. در رسم یکم دهان خرس از طرف دست راست و زبانش در بیرون است، در رسم دوم باشد دهان خرس از طرف چپ و زبانش در بیرون است. آیا باز فرقت دیگر هم وجود دارد؟ نه. با 5 تا فرق. در رسم یکم شمال زنبور هست و در رسم دوم نه. وقت شما به انجام رسید. یوسف و محمد، من به شما احسان و آفرین میگویم توانستید در مدت 1 دقیقه 6 فرقت را از این رسم پیدا نمایید. و البته یکی از فرقت ها در این رسم ایلوگی بود، آن هم طور شما گفتید شمال زنبور، ولی ما به هر حال این پاسخ شما را نیز قبول کردیم. و اگر ما برای هر یک پاسخ درست به شما 2 خال دهیم، در این سپارش شما صاحب 12 خال می شوید. آفرین. باید بگویم که فرقت هایی که شما توانستید در مدت 1 دقیقه از رسم پیدا نمایید، این در رسم یکم زنبور وجود دارد، در رسم دوم نه، در رسم یکم خرسک نیست، در رسم دوم خرسک وجود دارد. فرقت سوم این عسلی که در زمین ریخته است، در رسم اول نسبت به رسم دوم زیادتر است. فرقت 4 باشد برگ درختان می باشد که در رسم دوم زیادتر به نظر می رسند. و فرقت 5 این دهان خرس است که در قسمت یکم نسبت قسمت دوم فرق کننده است. و آخران فرقتی که شما آن را پیشنهاد کردید، ما نیز آن را قبول کردیم، این بعد از پرواز زنبور آن ایزه که آنجا باقی مانده است که آن را محمد شمال زنبور گفتند. آفرین به شما. یوسف و محمد، اینجا همه شرط های برنامه با هم میابیم به انجام رسید و من شماره عمومی خالهای شما را حساب کردم که آنها برابر گشتند به 91 خال. آفرین. در انجام برنامه میخواستم اندیشه های شما را وابسته به اشتراکتون در این برنامه شنیده باشم. خوب محمد، شما وابسته به برنامه ما چی اندیشه دارید؟ من از این برنامه خوشم آمد و من میخواهم که باز به این برنامه بیایم. برای شما پسند آمد؟ بله. خوب، کدام سوال برای شما دشوارتر بود؟ همه‌شان آسان بود. سوال ها مشکل نبودن؟ نه. خوب، شما به همسالان خود چه توصیه میدید؟ من به همسالان خود پیشنهاد میکنم که کتاب خوانند، درسایشان را خوب حاصل کنند و به همین گونه برنامه ها اشتراک ورزند و دانش خود را صیقل دهند. آفرین. خوب دید. اندیشه های یوسف را میشنویم. من از این برنامه خیلی پسندیدم و میخواهم که یک بار دیگر در این برنامه بیایم و دانش خودم را سنجم. شما باور داشتید که در برنامه اشتراک میکنید و صاحب 91 خال میشوید؟ بله. خب، کدام شرط و یا سوال در برنامه برای شما پسند آمد؟ کدام سیاره از همه کلانترین است؟ یعنی آن سوالی که شما با آن پاسخ نادرست کردندید. بله. باور دارم که پس از نشر این برنامه شما می روید و کوشش میکنید که پاسخهای درست را وابسته به این موضوع جستجو کنید و دانش خود را وسیع‌تر نمایید. بله. و همسالان خود چه توصیه میدید؟ من به همسالان خود توصیه میدیم که بسیار کتاب خوانند، درس‌ها را از خود کنند و در این برنامه دانش خود را سنجند.
تشکر زیاد ما نیز از این منبر، از منبر تلویزیون باورستان به آموزگاران و والدین شما اظهار سپاس می‌نمایم که کوشش کردند، تلاش کردند تا شما را به برنامه ما آماده سازند. بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، یادرس میشیم که در برنامه امروزه با هم می‌یابیم دو نورس فعال یوسف نظروف و محمد جان حیطوف، خوانندگان صنف ششم لیسه خصوصی احسان از ناحیه فردوسی شهر دوشنبه اشتراک کردند. آنها با کوشش و تلاش خود در برنامه توانستند در عموم صاحب 91 خال شوند. بار دیگر به برنامه با هم می‌یابیم و تلویزیون بهارستان خوش آمدید. تشکر زیاد. تماشابینان گرامی قدر تلویزیون بهارستان، اینجا نشر نوبتی برنامه با هم می‌یابیم به انجام می‌رسد. من رابط پروفسور باز می‌روم به جستجوی سوال‌های نو برای برنامه‌های من بعد. خیر، همیشه سلامت و کامیاب باشید و با تلویزیون بهارستان بودن را فراموش نسازید. سلامت باشید.